با من به چابهار بیایید. بیایید از مدرسه در چابهار دیدن کنیم. با بچه ها به کلاس برویم. اینها دختران سرزمین مایند و این کلاس درس آنهاست. اینجا هم یک مدرسه است. کلاس‌هایش در گرمای 40 درجه تشکیل می شود. وقتی می رسیم کودکان دوره من می کنند و از ما مداد و دفتر می خواهند. و ما باید مقایسه کنیم. دفتر کار محسن رضایی در قصر فیروزه حداقل 2 میلیارد تومان می ارزد. قیمت یک میز و صندلی برای این دانش آموز چقدر می شود؟ امید این چشمان به کیست؟ به حاکمانی که سردمدارانش بیش از 16 میلیارد دلار در بانک‌های خارج مخفی کردند. حالا زنگ تفریح است، اما بچه‌ها حیاتی برای تفریح ندارند. باز باید مقایسه کنیم. با سپرده‌های 750 میلیون دلاری جنتی در بانک‌های خارج چند کلاس میتوان برای این بچه‌ها ساخت؟ با 5.5 میلیارد دلار سپرده مجتبی پسر ولی فقیه چند مدرسه میتوان برای بلوچستان ساخت؟ آیا در این نگاه‌ها سوء تغذیه را نمی‌خوانیم؟ آیا یک فریاد به گوش نمی‌رسد که میگوید ما را از چنگال این فقر نجات دهید؟ دوست داشتنی تر از اینها کیست؟ آیا فقر از این فرزندان بلوچستان پوست و استخوانی بیشتر باقی گذاشته؟ آنها میخندند، اما آیا در این خنده ها هزارها قصه رنج نهفته نیست؟ وسایل بازیشان کو؟ فضای سبز جلوی مدرسه کو؟ این زمین بازی فرزندان وطن ماست. از خود بپرسید از درآمد نفت چقدرش به این بچه ها رسیده است؟ دریغ از یک قطعه زیلو. با 120 میلیون دلار قیمت هواپیمای تشریفاتی یک وزیر چند مدرسه با همه امکانات آموزشی و زمین ورزشی و تغذیه رایگان میتوان درست کرد؟ روی تخت سیاه نوشته وظیفه ما در قبال دوستی چیست؟ راستی دوست بچه های این مدرسه کیست؟ من میگویم کسی که میکوشد آنها را از چنگال ولایت فقیه نجات دهد.